احمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب منه. دوستان و عزیزان و بینندگان گرامی، چرا تغییر در زندگی برای یک جامعه لازم است؟ این سؤال یک فرد نیست، این سؤال یک جامعه است. زمانی که از تغییر صحبت میکنیم، ذهنها و عقلها به طرف کوچه ها و خیابان ها می رود. زمانی که صحبت از تغییر میکنیم، ذهنها به طرف شعارها و تظاهرات می رود. زمانی که از تغییر صحبت میکنیم، ذهنها به تغییر حکومت می رود. آیا بدون انسانها، بدون تغییر انسانها یک جامعه تغییر میکند؟ در جامعه ای که حق را میبینند و میدانند اما عمل نمیکنند، در جامعه ای که باطل و ظلم و ستم را میبینند اما سکوت و خاموش میشوند، در جامعه ای که گناه عادی شده است، آیا این جامعه نجات پیدا میکند یا اینکه نابود میشود؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همانا الله هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر اینکه نفسهای خود را تغییر دهند. این قانون الهی است. این نه شعار است و نه احساس، یک قانون الهی است. این فقط برای یک فرد نیست، این برای یک قوم و یک جامعه است. جامعه از افراد ساخته می شود. اگر افرادی فاسد شوند، افراد جامعه، یک جامعه فاسد می شود. اگر افراد بیدار شوند، یک جامعه بیدار می شود. به داستان یکی از پیامبران نگاه کنیم. در جامعه ای که همه بت پرست بودند، یک جوان بلند شد، قیام کرد. نامش ابراهیم بود. یک نفری تنها بود، نه لشکر داشت، نه قدرت داشت، نه طرفدار، اما دلش تغییر کرده بود. برای کسانی که بت می پرستیدن گفت اینها خدا نیستند، اینها الله نیستند، اینها پروردگار نیستند. او اول خود را عوض کرد، توانست که جامعه را تغییر دهد. او نه تنها بت‌ها را شکست، از بین برد، بلکه بت‌های فکری و بت‌های عادت‌های جاهلی را از بین برد. توانست که یک نفر تاریخ را تغییر دهد. دوستان عزیز و برادران گرامی، امروز یک جامعه تغییر نمی کند. ما تغییر نمی کنیم تا زمانی که خود را تغییر دهیم. هیچ جامعه با آدم‌های خواب بیدار نمی شود. هیچ جامعه با دل‌های آلوده از گناه پاک نمی شود. هیچ جامعه با انسان‌های بی اراده قوی نمی شود.
اول باید انسان ساخته شود تا اینکه جامعه ساخته شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه. همانا انسان ها زمانی که دیدن یک ظالمی را که ظلم میکند، ستم میکند، فلم یأخذوا علی یدیه، و از دستش نگرفتن و او را باز نداشتن، اوشک ان یعمهم الله بعذاب من، نزدیک است که الله ذوالجلال همه را با عذاب خود گرفتار کند. پس دوستان عزیز، این یعنی چی؟ این یک جامعه زمان سقوط میکند که مردم به تفاوت باشند. یک جامعه زمان سقوط میکند که امری به معروف و نهی از منکر رها کرده شود. یک جامعه زمان سقوط میکند که هر کس بگوید به من چی، من مسئول نیستم، وظیفه من نیست. نه عزیزان، تا زمانی که ما تغییر نکنیم هیچ جامعه تغییر نمیکند. شاعر میفرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. برادران و خواهران عزیز، هیچ جامعه تغییر نخواهد کرد. آیا تغییر از کجا شروع می شود؟ از حکومت؟ از رهبران؟ از مسئولان؟ نه، از من و تو. اگر من تغییر کردم، تو تغییر کردی، این آغاز یک تغییر جامعه می شود. تا زمانی که ما تغییر نکنیم نه جامعه، نه آینده، نه سرنوشت تغییر نخواهد کرد. خدایا برای ما توفیق تغییر بده تا اینکه خود را تغییر بدهیم. جزاکم الله خیرا.